علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران، مادران، هموطنان عزیز، در هر کجا که هستین الله مهربان صحت و سلامت باشین، لباس عزت و عافیت در تن داشته باشین. حمد و سپاس ستایش پروردگار یکتا را که امروز باز فرصت شد که ما با دیداربینی یکی از شخصیت های بزرگ، یکی از داعیای معروف و مشهور و شناخته که صدای بسیار شیرین و صدای فورم دارد، استاد حاجی میرزا قرار دارم. هر باره که فرصت دیدار با این بزرگان می شود، از این شخصیت ها برای تمام هموطنان، برای تمام مسافر و مهاجر طلب دعای خیر میکنم. امروز که در نزد این بزرگوار هستم، از این حضرت خواهش میکنم که در این دهه مغفرت در حق تمام هموطنان دعای خیری داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اولا همه هموطنان را، همه برادران، همه مادران و خواهران را به این ماه بسیار خیر و بسیار مبارک تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان دعاگو هستم که این عبادت خیلی مهم و خیلی لازمه از جمیع ایشان الله مهربان قبول داشته باشه. و برادر ما قاری علی فکر میکنم علاکه برای بسیاری ما معروف هست که در هر جایی که اگر مقصد هر یک اهل علمی را که چکل خودشون گفتن دریاب میکنن، همیشه خواهش میکنن که دعاگو باشن. پس ما هم برادران عزیز و گرامی در این لحظه های بسیار نیک و با این دهن روزه دارمان دعاگو هستیم که الله مهربان همیشه در این دیار ما، در این جمهوری ما آسودگی را، آرامی را و تینجی را الله مهربان بردوام نگه دارد و جمعی بیماری هایی که در این جمهوری ما داریم الله مهربان شفای کامل شان تیاد. جمعی برادرایی که مسافر هستند الله مهربان سفرهاشون به خیر و با برار بگرداند و الله مهربان جمعی برادرانی که همیشه کار خیر دارند، همیشه نیت خیر دارند، همیشه برای دستگیری این مردم دائم سعی دارند، تلاش دارند، الله مهربان عزت دنیا و آخرت نصیب شان بگردانی و الله مهربان جمیع گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی و هر یک تمنیات و هر یک مقصودهای نیکی که در دل این مردم شریف ما هست الله مهربان با فضل کرمت حاصل بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. الله حفظتون.